kasalmandi man, bolam kasalmandi man, holi yomonmandi man, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalmandi man, bolam kasalmandi man, holi yomonmandi man, ado bo'laman. Jonu jahonim mening. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum do'ston, binandaha va tomoshabinoni azizi shabakаи Shahnod. Umid ҷамои табрикоти Шаҳнон дар деҳаи Меҳрободи Миронпур дар рӯзи хурсандӣ хонаводаи умарона омадем ки ҷашни зодрӯзи модари азиз шуда истодааст. Мехостем модари азизро аз номи фарзандон, аз номи Каримака, Далерака, Дилнозоитӣ, Дамирака ва ҳамчунон ки инҳо табрик гӯем, лаҳзаҳои хурсандиро ҳамроҳи шумоён ба ҳам бинем. Бо мо бошед, мо оғоз кардем. پشت دنیای من است بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود Ассалому алайкум меҳмонони азиз, модарон, падарон, хешу табор, наздикон, ҳамаи шумоёнро ба имрӯза рӯзи хурсандӣ ҷашни зодрӯзи умарона ва ҳамчунон ҷашни зодрӯзи Азизбек хушомадетон мегӯем. нури дида тоҷ бар сар аз қадамҳои шумоён. албатта ба мо лозим ҳастанд соҳибҷашнҳои мо Умарохола ҳамроҳи Азизбеки хурдакак ва фарзандонашон бо қарсакҳо ба назди мо даъват мекунем. зодрӯз муборак бошад. марҳамат. مرحبا مهمانان عزیز به حضور گذشته از جایهای خود گذشتنتان ممکن است. برای ما البته امرانه همچنان عزیزبک لازم هستند. مرحبا. همجا بیستن برای مهمانان میبینم. همجا بیستن. برای خدا زادروز مبارک باشد. 120 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. چه خوشبخت‌ترین زن دنیا هستید که خداوند کریم در روز زادروز، در روز میلاد عمر شما نبیره برای شما تحفه ساخت.
سال گذشته امروز در خاندانتان بیرم بالای بیرم بوده. یک کیفیت خوش دوامچی سلاله شمایان عزیزبک به دنیا آمده است. این پروردگار برای شما تحفه ساخته نبیره را. بگذار از آن روی نورانی شما هیچ وقت این زیبایی ترک نکند. شما را از آن فرزندان، از آن کریمکه، دلرکه، دلنازایتی، دمیرکه، کلی پاشاها، نبیره های بیشمار، عبیره شیرین شما را تبریک میگویم. گفتن مادر مهربان ما خدا رحمت کند پدرمان را، به جای پدر شدن، به جای مادر شدن. هیچ وقت اشکی چشمشان را با ما نشان نداده، ما را سروبر شده ایستادند. تاج سری طلایی ماش نگردند. ما افتخار میکنیم از بودن چنین مادر. ما افتخار میکنیم که با مهنت حلال ما کلان کردند. در سری ما دعاگوی شده گردند. برای ما بخت و تخت و دولت است. برای مادرم رسانید. باز از دل شعر میگویم برای مادرم. از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. مهری بیمانند او را سالها پرورده ام. مینی هم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم. چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. مادران شما چنین شخصیت هستید. عمر خاله در بسیاری جایها میگویند که فرشته ها را با چشم بینا دیده نمی شود. من میگویم نه. فرشته خاندان هر فرزند مادر است که دو قنات ندارد. هر باره که ما فرزندان صبح در این خانه را گشاده میبراییم، شما مادران در روی حولی میگرده در امین فرشته خاندان ما هستید. پیغمبر خدا هم فرمودند که جنت بهشت در زیر قدم پای مادران است. شما مادران در مابین هر دو دنیا ایستاده ما فرزندان را با یک مشقت و با یک عذابها به دنیا میبیارید. هزار رحمت تشکر از نام فرزندان همیشه باشد و باشد. خدا کند که در این کاشانه زیبا که با یک مهنت‌های حلال شمایان برپا کردید حج آشیانه شود و حاجیانه شده در سر فرزندان عزیزتان مهربان شده گردید. بگویند مادر تو شعر بهترینی من، تو عطر یاسمینی من، تو ماهی نازنینی من، خدای در زمینی من. ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نه آید کس به جای تو. همه دنیا نمی ارزد بگردی خاک پای تو. ایا مادر فدایت من، فدای قدم های شما شویم. همه فرزندان قنات شما هستند. شما فرشته خاندان هستید. در سر فرزندان کلید پاشاها نبیره ها دعاگوی شده گردید و هیچ وقت غمی و کمی را نبینید. چشمتان فقط اشک شادی باشند. تشویش های شیرین زندگی بند باشد و خدا کند که انامین عزیزبکی خوردکک و عروس آوردن تاکی چه میلی که عبیرکیلی و در آمده هزارانک های خواندن برای شما نصیب کند. زادروز مبارک باشد. و البته در اینجا یک گلدسته زیبا داریم از نام فرزندان میخواهیم تقدیم کنیم. تمام گلها را پیش پای قدم مادران بگذاریم. کم است. مرحمت. زادروز مبارک باشد. مرحمت. و البته همچنان کتابی در روی دنیا از همه قیمت بهاترین کتاب قرآن کریم را پیشکش مادر میکنیم. خدا کند سال آینده در زیارت عمره، در زیارت حج اکبر باشید و ما باشد آماده شما را حاجیانه مبارک باشد گفته تبریک کردن نصیب کند. مرحمت. کتاب را پیشکش میکنیم. مبارک باشد. کریمکه زادروزی نبیره مبارک باشد. روز خورسندی مادر را برایتان مبارک باد میگویم. امروز عزیزبک دوامچی سلاله شما یک ساله شدند. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گشان، انگیزه است شاید از الله‌های مادر. در شعرک سرودم از بود و از نبودم، در طینتم سرشته سوز و نوای مادر. آغاز آفرینیش در رحم اوست این را،
صد داستان براید از یک حجابی مادر، صد داستان براید از یک حجابی مادر. مبارک باشد. بار دیگر امروز روز خرسندی را مبارک باد میگویم. گریب بابا نبیره گیرید دو دست. تازه یک جای همراهی نبیره و مادر شیرینی را میبریم. پیش از آن باشد بخواستیم بوی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم مادر همه جا شوق نفس کشیدنم به بوی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم دلیل زنده بودنم. برای خدا زادروز مبارک باشد. بار دیگر برای امروزه همون شیرین خاندانتان، پادشاه خاندان شمایان عزیز بگ میگویم نمک در کامها شیرین تر است، شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. پدر از شوق دل در کودکی دست پسر گیرد، با امیدی که در پیری پسر دست پدر گیرد. چقدر که فرزندان عزیزتان با مهنت حلال کلام شما حاضر مهنت حلال کرده ایستادند. انا همین دوامچی سلاله و نیاگان شمایان عزیز بگ هم اینچنین یک انسانی با افتخار شده بابا رسد، نامبرداری بیرانپور و سمرقند باشد و از پیشش افتخار کرده گشتن نصیب کند. زادروز مبارک برای هر دوی شمایان. اکنون باشد شیرینی را نزدیکتر میبیاریم همراهی برای خاله و همچنان عزیز بگ شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. مرحمت. زادروز مبارک باشد. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Дарья баба як joya. Aziz bek ham dasta darauz qilib. Şaması tutulayım kalın, nabiyene kayak joya. Mübarek бошад. Понедельник или среду, но без разницы приеду, потому что день особый, на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. مبارک باشد. کریم بابا از این طرف استید. پیش مادر جان. تا تبریک کنیم.
هم مادر و هم نبیره را مرحمت. اولا بار السلام علیکم و همه مهمانان عزیز خوش آمده به خاندان کریم جان اکم. من امروز یک روز خورسندی، یک روز زادروز، مادر عزیزم 64 ساله شدن. الهیم دنیا تا آخر شدن حیات باشند، در سر ایمان، در سر نیوره ها ساق و سلامت باشند. سال آینده با هم خیلی تویا روزای نقص، هم خیلی خوش و خورسندی ده، هم مامنا نصیب روزی گردونه. الهیم مادر تا دنیا حیات بودن زنده باش. خوش آمده همراهان. من همین عزیز با که هم یک پالوان زور شده، هم خیلی توی کلام رشته خدمت کنه. خوش آمده مولانا صدر دوید. تشکر. دلنازاکی مرحمت. اولا بار السلام علیکم مهمانان گرامی. شما همه اخوتون و درگاه اکجان من امروز روز زادروز مادرم الهی سعد درویم در سر همه ما ساق و سلامت گردم. حضور ما فرزندانم نبیره های بینم. الهیم عزیز بگم بچه کلون شده در همین درگاه یک تویک های نغزش شود در این سال خدا خواهد سرچه کلون شود. برای اکمم اینگم کتی ساق سلامت گردم همه وقت در سر فرزندانشون. الهی ساق سلامت گردم همه وقت. مادر جان سر داده رحمت مرحمت. السلام علیکم مهمانان گرامی. خوش آمدید همه یکاتون به درگاه دادا جانم. آنا جانم امروز معلوم است که به درگاه ما امروز زادروز آنا جانم هست. ما آنا جانم را تبریک میکنیم. الهی سر بدرایم و جیانک خودکه که من از بیگ امروز یک ساله شده ایستاده است. از بیگ الهی انجینر شود. به دولت ما خدمت میرساندگی فرزند کلان شود و خدمت آنه دادش باشه کده گردد. الهی آنش باشه مکه مدینه به فرساند. آنا جان سر بدرای درجه رحمت. کریم پاشا ها مرحمت. مرحمت. کریم فقط رقص کنید. مرحمت. زمین و آسمان من توی مادر جهانی به کناری من توی مادر. اولا بار السلام علیکم مهمانان گرامی و درگاه دادا جانم خوش آمدید هم یکاتون. من امروز زادروزی آنا جان من شده ایستاده است. آنا جان الان 120 ساله شده. حضور بالای چقیقات نبینه، فقط در پشتی ما روزای نقص بینه. آنا جان فقط توی تماشا شده خونی دادا جانم. دادا جان من بی جانم همه وقت روزای نقص دهمی خونی اکوش و مرکوش دکر گیزنم. سلامت باشم. خدا خدا مرحمت. نزدیکتر میستیم. خطیچه مرحمت. السلام علیکم. خیش تورکو و یک باری دیگه هم یکاتون خوش آمده و درگاه کریم جان کتی زرینه ها نرکی دیده تاجکی سر. من امروز زادروز مادر جانش و زادروز عزیزبک شده 6 سال و عمر صحت و سلامتی، عمری دراز، رزق فراز، همه وقت در سر فرزندکاش ساق و سلامت باشد. دعاگوی فرزندا شده، همه وقت همه خیلی حولویه پور کده، همه وقت روزکای نک با همه خیلی خشو توارکای روز یا رو دوستکای جوزنه. عزیز بک بیدر شوه، بیغم شوه، دستیاری اونایی دادا شوه. هم یکاتون خوش آمده.
مادرم جان و دلم بی تو جهان را چا کنم همه مهرم با توی و من دیگران را چا کنم. البته امروز روز شکرانت با یک بار دیگر مبارک شود. زرینه کتی کریم جانم اپشتی فرزندکاش روزکای نیک بیند، روزکای توی بیند، همه وقت در سر فرزندکاش همه وقت ساق و سلامت باشد. دعاگوی فرزنداش شده این نیوریاش شده کرد. الهیم با یک بار دیگر شکرانه زکت مبارک شود. دوگانه خدا اگر کریم جان دیگه پر کردن گیره این سال با یکم اکتبر با کلون تخکردیان دین رجدن علیم نور دا خدا خواد با اومد 45 سالگی زرینه اویم میگی زرون نمی حسین جان دکمنده نویسنمونه یکم اکتبر مهمونکو هم یکاتون دا سلامی گرم و جوشان اول خوهرا با اینجای خوهرای سرش درد نبینم من به هم یکاتون سیاه سلامتی خاطر جمعی میتلم و زنینه های کتی کریم جان اکنه و گفتن کینچو مالش منم همو کار در پلاوگار دوی همینو حج رفته بیان سیاه سلامت من همونجا خیلایم باشم در پیشی پای دی همین خوب سر مزنم در همین زمین تا دنیا بودن زینه آی باش در سر و بلای چکر ساق و سلامت همینجا جلال اگیر دو کسه در دیار در مونیار بستگرده عمر آی اول سرده داره بعد پیر شده هیچ جا نداره این نونی بچه ها کی میخوره؟ بینم 6 تن ده همون خونه پونخو خوردن اکن اینی باید گوشت میخوریم خدا خواهد الهی سرکتون درده دلکتون غم نبینن ده همه حولی کریم جان هر سال توی شود الهی این سال خدا خواهد علی نور کتی زرینه شبانه تیم تیاری کو محلی با هست میگم مزدگی ها باشه نباشه من سلوم اومایسه انم استون رفته سرود شوق یک جای میرقصیم خورسنده میکنیم. زادروز مبارک مهمانان خوش آمدید. کیفیتی خوش مایان را ترک نسازد. مرحبا سرودهای رقصی برای شما. مرحبا. Oh
مرخلارو در روز خورسندی جشن زادروزشان و همچنان عزیزبک را در یک سالگیشان تبریک کردیم. لحظه های بهترین زندگی خانواده را همراه شمایان و هم دیدیم. با ما باشید. با شبکه شهران سلامت باشید.